خب پس اینجایی. میبینم که ترس و شکات و انداختی تو آتیش. من اینجام که همش رو بسوزونم. تصور کن حالا من پا به یه مرکز استادیوم میذارم با یه مشعل و یه گالون بنزین تو دستم. آره جلوی من یه جمعیت برهنه که همشون پشتشون به دیواره. همونطور که میبینی من میان اتفاقاتم. در واقع من همه اتفاقاتم. آره من خودمو خلق کردم. من کنترل همه چی رو به دست گرفتم. منظورمو میگیری؟ عجیبه. من واقعا وجود دارم توی دنیای واقعی. من فکر میکنم و کاملا از برچسبا آزادم. آره دنیای من احتمالات بی انتهایی داره بدون چرت و پرتای روزانه و کلیشه تلویزیونی و بدون حرفا و شعارهایی که دولت‌ها به ما تحمیل کردن یا به وسیله یوتیوب یا وسیله اینترنت با ارزشت. پس من اینجام، همینجا واقعیم. الان زور زدی به صفحه کامپیوترت ولی آیا اونجایی؟ آهای الو آیا راهی هست که بتونی اینو بهم ثابت کنی؟ پس به نظر میسه تو وجود نداری و من وجود دارم. من همیشه یه چیزی واسه گفتن دارم. تو چی داری که بگی؟ اش فکر کن. یکم چیپس بدید. چقدر چندشاور. یا عزیزم باید برم همون. اما در واقع میشنی توی توالت و مشروب پرمیدی یا معذرت میخوام جغ میزنی. کل زندگی چیزی نیست جز دروغ، پورن، دعواهای خانوادگی، اعتیاد به اینترنت و بردهداری موبایلی. خب اشتباه میکنم بیا بهم ثابت کن. آره تا حالا کاری کردی که واقعا خارج از چارچوب باشه؟ بهش فکر کن. هیچ وقت. و میخوای بدونی چرا نتونستی؟ چون خارج از منطقه امنیته و تو توش بسته بندی شدی. انگار توی کیسه پر از چسب بسته بندی و زندانی شدی. آره شما تیکه‌های گوشتین که بین برنامه‌های روزانه و کار فشرده شدی. آره یا من اشتباه میکنم؟ بیا فکر کنی من اشتباه میکنم. بهم بگو راحت باش. برای مثلا میتونی گوشت به آدم غریبه بدی؟ ها حالا این سوال خوبه. میتونی همین الان بری و هارد درایو کامپیوتر رو فرمت کنی؟ ترسناک نیست؟ خودتو خیس کردی؟ آره. میدونی چرا این کارو نمی‌کنی؟ به خاطر اینکه مثل این میمونه که بخوای خودکشی کنی چون تو با اونا وجود داری بدون اونا هیچ. پس چیزی که به نظر میرسه اونی که واقعی منم و تو فقط یه تجسم توسعه نیافته از تخیلات یکی دیگه ای. بیا جلو. تو هنوز نقاشی نشدی. باید خیلی تلاش کنی که اگه بخوای برعکس این قضیه رو ثابت کنی و خودتو یک موجود زنده واقعی در نظر بگیری. و از همه مهمتر این یه بازی نیست. این یه